سلام، وقتان بخیر دوستان عزیز. شما را خوش آمدید میگم به تلویزیون طبیعت و فرهنگ. سفر دارم به ولایت زیبای بامیان. امروز ما از مناظر طبیعی این مسیر و همچنان چالش های ایجاد را با شما به تصویر میکشیم. دوستان عزیز، در برنامه ما تصمیم دارم غذاهای مشهور بامیان و همچنان مناظر طبیعی و مسیر زیبای کابل بامیان به شما تصاویر و ویدیوهای زیبا و مقبولش بگیریم و برای حمایت از ما سابسکرایب بکنین، لایک بکنین و نظریات نیکتان را در کامنت بنویسین و همچنان زنگوله را بزنین. اولین ویدیویی که از ما تصویر میشه شما اولین کسی باشین که ویدیو را ببینید. دوستان عزیز، رسیدیم در بازار جلریز. امروز دوستان اینجا پایین شدیم بخاطر سودا بگیریم دیگه. در سودا میگیریم و بعد از این سفر دوباره از سفر خود ادامه میدیم به طرف بامیان. ماشاءالله خوب بازار پروژه جوش داشت، سودا را گرفتیم. حال دوباره حرکت میکنیم به طرف بامیان. دوستان عزیز، جاها مکانهای دیدنی و زیبای مناطق اگر میخواین که ما به تصویر بکشیم در کامنت ها بنویسین
انشالله ما به ترتیب نظر به درخواست های دوستا هر یک از مناطق به ترتیب دیدن میکنیم و ازشان ویدیو برای شما میگیریم. و در مسیر ما میوه بود، از کابل میوه نگرفته بودیم به خاطر که میوهش زیاد خوب مزدار نیست نظر در میوه هایی که در ولایت است. وقتی که اینجا ما دل کردیم همراه دوستا که ذره زردالو و آلو بالو چیزا بگیریم و دیگه خربوزه از کابل گرفته بودیم. دیگه اینجا میوه های که هست ما تصویر میکشم دیگه با خاطری که حمایت از دیهاقی نمیشود. نظر دیگه که ما و شما بریم که میوه های خارجی استفاده بکنیم یا میوه هایی که از پاکستان ایران میازی استفاده بکنیم، کوشش بکنیم از میوه هایی که از خود افغانستان است از اونها استفاده بکنیم و به خاطر حمایت از دیهاقین ما شام میشه. دیگه میوه گرفتیم و دوباره به سفر خود ادامه میدیم و بیننده ویدیو ما تا آخر باشین و کامنت هایتان فراموشتان نشه که کامنت های نظریاتتان در کامنت بنویسید. کم کم نزدیکی بامیان شده رسیدیم، فعلا نزدیکی هتل خونه هستیم. دیگه این مسیری کابل بامیان واقعا مناظری حیرت انگیز و جالب دیدنی داره. کوههای بلند و دریاهای خروشان واقعا مسیری خیلی زیبایی است، آدم حیرت میکنه از زیبایی و شگفتیش. دوستای عزیز در بامیان رسیدیم و شب میمان یکی از دوستا بودیم. واقعا غذای مزدار پخته کرده بود، شیر برنج و همچنان فرداش دیگه ما کم کم آمادگی گرفتیم به خاطر فیلم برداری که بریم از به مکان های مقبولش. دوستای عزیز در صبح که اینجا همراه دوستا قدم زدن برآمدیم و همچنان مشخص میکنیم که امروز ویدیوها را در کدام مناطق بگیریم. اینجا رو که گشتیم واقعا مناطقی خیلی مقبول داشت و همچنان اینجا یک منظره خیلی زیبایی رو پیدا کردیم و انشالله که ویدیوش بر شما میگیرم. و همچنان در چای صبح میمون یک از دوستا بودیم، واقعا دسترخوان زیبا برام آماده کرده بود و بعد از ظهر رفتیم به خاطر ویدیوگرافی. ویدیویی که بر شما تهیه کرده بودیم یه از مسیر کابل بامیان بود و انشالله برنامه‌هایی که بعدی که ما ثبت میکنیم از مناطق مختلف بامیان انشالله او را ما در چنل یوتیوب میمانیم و اونا را هم بیننده باشین. دوستای عزیز کامنت و نظریات نیکتان در کامنت بگذارید و همچنان برای حمایت از ما لایک، سابسکرایب و زنگوله را